شما امروز میخواین همه چیز ترجیح به رحمانوف بدین، امروز شما میخواین همه چیز را به رحمانوف بدین. خب این تریبت هم نمیشوه. این ملت شما میخواین بازیچه کنین. وقتی که گفتن جشن زبان 22 ایول هست، پیش از خود رحمانوف ایره مردم تاجیک میخواستن که چون این باشه. ایره در او زمان مردم تاجیک در فکر پیشرفتی تاجیکا بود. در او وقت مردم تاجیکی را خوب گپ میزد. رحمانوف تا آمدن ایتره مردم تاجیک خیلی شیرین بود تاجیک گپ میزنن. از همون روزی که تا آمدی توی روسگرا، توی فرزند کریموف، تاریخ مثلا یک چیزی نیست که شما را بزوتی خط بزنین. تاریخ دانستن این معنا را داره که آینده خوب داشته باشی. هر یک کشور تاریخ خود خوب میدونه. تاریخ به معنای او از دوستای عزیز نه این که تو فقط گذشته را بخوانی چش دست، نه، تا این که آینده را بفهمی. وقتی که گذشته را ندانی آینده را هیچ وقت درک نکرده نمیتونی. دیلا گوش کن از من این نقطه خوش که مانده است در گوشم از نقطه‌دانان، که هر کس کشد تیغ نامهربانی شود کشته تیغ نامهربانان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ملتی عزیز تاجیک. منوچهر کوهستانی هستم. امروز میخواهم در مورد زبان تاجیکی و فارسی صحبت بکنم و از آن جمله درباره خط فارسی نیز میخواهم کمی فکر و عقیده خودم بیان بکنم. حکومتدارای ما، چاپلوسای ما، آن نفرانی که فکر میکنن که چاپلوسی یگانه راه نجات آنها است، آن نفرانی که فکر میکنن چاپلوسی یگانه راهی است که آنها میتوانند در پیش رحمانوف خود را سفید بکنند و یک روز زیادتر در سر کرسی بمانند، این شعر به همونا دخل داره. این نامهربانی که دولتدارای ما، حکومتدارای ما در سر زبان تاجیکی و فارسی میکنن، حتی دشمن از خارج ایش کار نمیکنه. این نفری که تو میتونی بشنوی، این نفری که تو میتونی فکر بکنی، گوش که این نقطه خشه که در گوشم مانده است از نقطه‌دانان، این گپ در گوش من مانده است از اون نفرانی که اونا علم داشتن، اون نفرانی که اونا فهمیش داشتن، آنها دنیا را دیدن، آنها بایگری دنیا را دیدن، آنها تمام شرایط زندگی را در دنیا دیدن و این گپ خوش از همان مردم مانده است در گوش من. گوشش که هر کس کشد تیغ نامهربانی، که هر یک نفری که تیغ نامهربانی بکشه، هر یک نفری که ظلم ستم بکنه، خواه به فرهنگ ملت باشه، خواه به تاریخ ملت باشه، خواه به فرزندای ملت باشه، شود کشته تیغ نامهربانان. می شود کشته از تیغ نامهربانان. هر زاره بکه در پیشی پاش بغلط، زاره بکه دیگر رحمت نمیکنه. تمام نامهربانی کردی، نامهربانی میبینی. امروز بحث زبان تاجیکی میروه، زبان تاجیکی و فارسی. حاکیست که ما باید یک ملت زبانی خود داشته باشیم و زبانی ما فارسی تاجیکی است. ما نمیتوانیم که فارسی و تاجیکی را از همدیگر جدا بکنیم. این شعر به خاطر او گفتم دوستای عزیز که بعضی نفرها در حقیقت کوشش میکنن که چنان خیانتی به زبان کنن، چنان کارهای به زبان بکنن که اصلا در فکر آدم نمیاد. شما نگاه بکنین که یک خیانت بزرگی که اینها سال 2009 کردن، ایواز کردن روز جشن زبان فارسی تاجیکی و تاجیکی فارسی هر دوشم بگوی می شود، چون که به عقیده من اینا جدا ناشونده هستند. یعنی اگر که فارسی را از تاجیکی بگیریم به این معنا است که اصلا ما تاریخ نداریم. به همون خاطر اینا به بهانه آنکه 22 ایول گرم است و مردم در کار و بار هستند، روز جشن زبان آوردن در 5 اکتبر که روز تولد امومعلی رحمانوف است. ما اگر در حقیقت نگاه بکنیم، رحمانوف به این جشن زبان هیچ ربطی نداره. در اون زمانی که 22 ایول سال 1989 قانون جشن زبان تصویب شد، در اون زمان اصلا رحمانوف نه پرزیدنت بود نه یگان کاره.
شاید که یگان کلخازنیک بود در یگان جا کار میکرد، خوب او کاروباری خودش هستک. اما شما نگاه بکنین که اینا همون دزدی و غری میگن که پشت اخلاطی خرگاو این کار کردن. سال 2009 قانونی جشن زبان تصویب کردن و در 5 اکتبرش ماندن. این چی معنا داره؟ این معنای او را میته دوستای عزیز که اینا تمام چیزا که ربط داره نداره به رحمانوف ربطش میتن. خب سال 1989 به رحمانوف چی ربط داره؟ شهاب الدین شجاع بهترین نامه نوشتند، اما برادر شهاب الدین شجاع شما هیچ انتظاری از رحمانوف نداشته باشین. رحمانوف خود بر ضد زبان فارسی تاجیکی هستک. رحمانوف خود بر ضد خط فارسی هستک. امروز تمام شرکت های بزرگی که در تاجیکستان هستند برای ترغیب خود، برای ترغیب مال و کالای خود، یعنی برای رکلام کردن مال و کالای خود از زبان روسی استفاده میبرند و میلیون ها دلار به خاطر زبان روسی صرف میکنن و به خاطر زبان تاجیکی حتی آماده نیستن که 100 سومانی صرف بکنن. اینها نمیخواین که در سر زبان تاجیکی سرمایه گذاری کنن. اینها نمیخواین که زبان تاجیکی فارسی زنده باشه. چرا که در 28 سال اخیر شما لاف میزنین که ما استقلال داریم، ما استقلالتی خود به دست آوردیم، چرا که خطی ما را نگرفتین دوباره برای کشور نآوردین. این شوروی از بین رفت. این شما تاجیکان خود ملتگرا میگین که ملت دوستار هستیم، چرا که تا امروز خطی ما نیست. چرا که ارمنی ها میتونن خطی خود داشته باشن، چرا که گرجستان میتونه خطی خود داشته باشه، اما تاجیکا نمیتونن خطی خود داشته باشن، چون که تاجیکا تا هنوز در تی استعمار روسیه قرار دارن. و یک دولتی هستیم که از روسیه وابستگی داریم، یک دولتی هستیم که بدون اجازت ازبکستان هیچ کار کردن نمیشود. همین گیس راغون باید بیارین. تا وقتی که ازبکستان اجازه نداد کارش شروع نکردن. اینا اینقدر وابستگی از خواجگان خارجی خود دارند که شما حتی فکرش را نمیکنید. اینقدر وابستگی که اینها از خواجگان خارجی خود دارند هیچ دولتی در دنیا ندارد. چی حق دارید شما که زبان تاجیکی و فارسی را میخواهید که از همدیگر جدا بکنید؟ اینا هر دو یک هستند. تا هر چیزی که میخواهیش بگوش، تاجیکیش میگوی، فارسیش میگوی، اما اینا را از هم جدا کردن نمیشود. اینا با همدیگر ربط دارن. وقتی که اگر شما بگین که اینا مثلا کلمه فارسی را از زبان تاجیکی بر بگیرید، به این معنی است که شما اصلا در تاریخ تاجیکان توف کردین. به این معنی است که خب تاجیکان نو پیدا شدن. این قدر کوشش هایی که استاد لایق شرالی کردن سال 1989 22 ایول که این قانون تصویب شد و مردم ما سالها با همین جشن خوشحال بودن که حداقل ما همین جشن داریم، یک ملت گم شده. اما نه، دشمنان ملت باید کاری بکنن که تیغ در جگر ملت بزنن. اینا اصلیت ملتی ما هستن. اینا همش ربط به ملت تاجیک دارن. این گپایی که شما میگین، این گپا را من 4 سال شد تکرار میکنم. زبان تاجیکی نباید بمیرد. دوستانی که اگر یاد داشته باشین فکر عقیده خودتون در کامنتری بنویسین. امروز شما بحث درباره زبان تاجیکی و فارسی میکنین در جایی که ما اصلا یک ملت داریم آسته آسته زبان خود از دست میدیم. امروز ما همچون یک ملت خیلی در قفا ماندیم. امروز زبان تاجیکی روز تا روز از بین میره. شما بیاین درباره یک چیزی عادی فکر بکنیم. تاجیکستان نشان بده که در کدام کشور خانه فرهنگی تاجیکان ساخته است. در یگان کشور حکومت تاجیکستان و از آن جمله ایومالی رحمانوف چطور میتونه فخر بکنه و درباره زبان ملت، درباره فرهنگ ملت گپ بزنه در زمانی که هیچ خدمتی برای تاجیکان نکرده است. ما تاجیکان فقط در داخل تاجیکستان نگاه نکنیم. خب در داخل تاجیکستان هم این مردک خدمت نکرده است. ما تاجیکانی که خارج از تاجیکستان هستند برای آنها چی خدمت کردیم؟ برای تاجیکانی که زبان مادری خود هر چی دارن کوشش میکنن که فراموش نکنن، شما برای آنها چی کمک کردین؟ هیچ. نه تاجیکان داخلی و نه تاجیکان خارجی، هیچ نفر از شما همچون که خود پیشوای ملت میگیرین کمک پیدا نکردن. شما با چی دلیل تمامی فرهنگ و بایگری ملت ربط به خود میتین؟ امروز وقتی که بحث درباره زبان فارسی تاجیکی میروه، شما میخواهین که در روز تولد خود جشن زبان تاجیکی و فارسی را بگیرین. یعنی فقط تاجیکی فارسیش را بگیرین و طرفتر بمانین. خب زبان تاجیکی و فارسی با همدیگر از همدیگر جدا نشونده هستند دوستای عزیز. و همیشه بله
تاجیک یک ملت است. بله، تاجیک زبان خود را دارد. من برای شما یک نقل بکنم دوستای عزیز. در همین آلمان یک کاری افتاد، با یک ایرانی صحبت کردم. اون نمیدانست که من از تاجیکستان هستم. با او آلمانی صحبت کردم، گفتم که شما از کجا هستین؟ گفت که من از ایران هستم. گفتم زبان شما چی نام داره؟ گفت زبان ما ایرانی نام داره. خب وقتی که شما میگین که مثلا فارسی ربط به ایران داره، خطا میکنین. فارسی نه تنها ربط به ایران داره، حتی مردم ایران هم میگن که زبان آنها ایرانی است. فارسی مادری تمام این لهجه ها و زبان ها هست. فارسی این اصلی زبان ها هست. فارسی این تاریخی چند هزار ساله دارد. وقتی که شما میخواهید خود را کوچک نشان بدهید در پیش جامعه جهانی، یک زبانی با تاریخ هم میخواهید از بین ببرین، یک زبانی که شما را خواجگان خارجی توی گپ ناگفته نمانون، که خواجگان خارجی شما این زبان به سر شما تحمیل کردن که شما کوشش بکنین که یک بلا کنین که فارسی را تاجیکی جدا بکنین. بعد که تاجیکی که جدا کردین، از اون طرف ما روسی را میاریم، دیگه زبان تاجیکی از بین میره و تمام. یک ملت در آسیای میانه به نام تاجیک یک وقت زندگی میکرد، اما زبان آنها حاضر روسی شده است. مقصد شما همی است. امروز مکتب‌های روسیه که در تاجیکستان میسازن فکر میکنین به مقصد هستن؟ خطا میکنین، خطا. این دم جنبانی رحمانوف ندیدین در وقتی که در مسکو رفت کوشش میکرد که برادر برای پوتین خچه نشان بده. بده برات سرعت بگیرم، بده برات سرعت بگیرم، همه کارا بکنم، برای همه چیز راضی بشم، تخت ملت از بین ببرم، خانه ملت از بین ببرم، یک کاری کنم که در پیش امی پوتین خدمت شریم بکنم که امی پوتین مخالفی من یاردم نکنه، یک روز زیادتر در کرسی بمونم. خب این کرسی میراث پدرت نیست. خب زبان یک چیز من نمیفهم دوستای عزیز. من یک چیز راستی نمیتونم همین چیزا خوب بفهمم همی از دوستای عزیز که اینا میخواهن فرهنگ و زبانم ربط به رحمانوف بدن. هی مردم، آخه همین مردک تاجیک باشه، خوب همین مردک کاری کرده باشه، همین مردک حد اقل خدمتی برای ملت کرده باشه. در 28 سال اخیر رحمانوف چی خدمت کرد؟ شما در حصار یک خربزه ساختین، مردم کوهستان حتی کوپرک ندارن که به خرشان خانه شو بگذنن. حال زاری مردم برای شما هیچ است. زندگی مردم برای شما هیچ معنا نداره. برای یه روزی که رحمانوف شما را تعریف بکنه، برای یه روزی که رحمانوف بگه که قنطه بزن خطه در پیش رحمانوف سفید بکنی که کرسیت بته، جاد بته، وظیفت بته، به خاطر یک لقمه نانی که تو خودت میدانی که اون لقمه نان امروز هست که فردا شاید نباشه. چرا شما از تاریخ نمی آموزید؟ حتی از همین تاریخ گذشتگان ما. یک ملت اگر شما میخواهید کوچک بکنین، یک ملت شما اگر میخواهید میدهک نشان بدین، زبانش از بین میبرین. امروز وقتی که یک تاجیکستانی کوچک شما حداقل کتاب چاپ نمیکنین برای مردم، خب چی میشود که بگذاریم به خط فارسی که کتاب ها زیاد هستند؟ چرا که یک کودک که میدهک در افغانستان میتونه که از یک تاجیکی که در تاجیکستان 25 30 ساله است خوبتر بگیم که زبان تاجیکی را صحبت بکنه؟ چرا؟ چون آنها با خطی ما و شما می نویسند. ای فرهنگ دانان، ای فرزندان فرهنگ، من بارها برای شما تاکید کردم که اگر وضع همین خیلی دوام گرفتن بگیره، اگر وضع همین خیلی دوام بکنه، در 10-15 سال اخیر نه اینکه استاتوس زبان تاجیکی را عوض میکنن، اصلا زبان تاجیکی از بین میروه. من هر روز با مردم صحبت میکنم، حتی همون کلمه هایی که با زبان تاجیکی خیلی فهما هستن مردم دیگه نمیفهمن. شد چرا؟ چون خدمت خیرسانه ای که رحمانوف به این ملت کرد همین بود که زبان تاجیکی را از بین ببره. زبان تاجیکی را از بین بردین، تاریخ تاجیکی ها را هیچ چیز کردین. وقتی که شما میخواین که زبان تاجیکی را، فرهنگی تاجیکی را، فرهنگی فارس و تاجیک است، فرهنگی تاجیک و فارس با همدیگر جنگ بدازین، خوی کارتو نمیشه، چون اینها یک هستن. یک چیزی عادی است دوستای عزیز، مثلا استریا، اتریش و آلمان، اینا دو کشور هستن، زبانشون آلمانی است. آنها را میگن این زبان آلمانی هست، اینها را میگن زبان آلمانی است. چی مشکل دارد؟ هیچ مشکل. با همان حرفای خود می نویسن، بله، اما ما نه. چون که ما استقلال نداریم، چون که رحمانوف دستشنانده کریموف و حکومت وقته روسیه و ای وقته روسیه است.
کریموف نگاه بکنین، شما نگاه بکنین، دشمنی را نشان داد که ما دشمنی کریموف هستم. رحمانوف با کریموف جنگ میکنه. به خدا که رحمانوف با کریموف نه، رحمانوف فرزند کریموف است. رحمانوف همان نفری هست که با یراقی کریموف سری وظیفه آمد. این را تمامی ما و شما خوب میدانیم. به اجازت ازبکستان هیچ کارت نمیکنی. امروز شما میگین که شما ازبکسیتیز نه، ما ازبکسیتیز نیستیم. ما با مردم ازبک کار نداریم، اما ما با همون سیاست کاردار هستیم که تو رحمانوف وابستگی از او داری. تو رحمانوف وابستگی از روسیه و ازبکستان داری. چرا که را قبول نمیکنی؟ در کجا ما استقلال داریم؟ استقلال تو و خانواده تو داره، مردم تاجیک نه. ما نه استقلال در اقتصاد داریم، ما نه استقلال در فرهنگ داریم، ما نه استقلال در زبان داریم، ما نه استقلال در زندگی داریم، ما نه استقلال در خارج و داخل در هیچ جا نداریم. و این همان خدمت خیرسانه خودت است رحمانوف. بله، سال هاست که من نامخته زیاد نمیگیرم، اما امروز مجبور هستم که نامخته بگیرم که ملت خوب بفهمه که این نفر برای ملت هیچ خوبی نمیاره. و تأکیدی من برای نفران فرهنگدان و نفرانی که خود را فرزند فرهنگ میگرفتن برای زبان تاجیکی گپ میزدن، امروز فهمیدند آن سخنهایی که منوچهر کوهستانی سال هاست که تکرار میکند که دوستان عزیز بیایید این خطر را خوب بفهمیم. این یک خطری بزرگ است. کشور میتواند از بین برود. کشور ما میتواند از بین برود. چرا ما پیشرفت نداریم؟ چون یک ملتی که خطی خود را نداره چطور میتواند که پیشرفت داشته باشه؟ یک ملتی که میتونه بر روزهای نزدیک از طرف چین غصب شوه چطور میتونه که پیشرفت داشته باشه؟ کارگرای چینی رفتن، رحمانوف هیچ کاری کردن نمیتونه. آیا ما متخصصی تاجیک نداریم که راههای تاجیکستان را بسازن؟ آیا ما متخصصای نداریم که تاجیکستان را گل شکوفان بکنن؟ داریم. ما هزارها صدها هزار متخصص داریم. صدها هزار نفرانی داریم که میتوانن هم راه بسازن، هم خانه بسازن، هم ساختمان های بزرگ بردارن. اما با خدمتی که خود رحمانوف به این ملت میکنی، او خدمت بدبختانه و خدمت ناپاکانه ای تو ملت به جای آورده است که ملت دیگه در داخل کشور خود آینده خود نمیبینه. تمام و سلام. زبانش گرفتی تیت پیت که دنگل که ملت زبانش عیدسش میگیری. این خودش چی معنا داره؟ ما هزار بارها تکرار کردیم که اگر که شما هر کاری که میکنید، خب فهمو است که هر سال درآمد خانواده رحمانوف 800 میلیون است. از همون 800 میلیون دلار رحمانوف حداقل 10 میلیون دلار برای زبان تاجیکی و فارسی دادی؟ نه. برای زبان تاجیکی و فارسی 10 میلیون دلار نه، 1 میلیون دلار نداری. امروز باز میخواهند که زبان تاجیکی و فارسی را ترجیح به روز تولد شما بدن. خب کمچنین دوم این کاری که خود میکنه، حتی همون دیکتاتوری ترکمنستان این کار نمیکنه. من خنداور است. به خدا مخته میبینم رحمانوف، من از جای تو شرم میکنم. من وقتی که تو را میبینم رحمانوف از جای تو شرم میکنم. وقتی که درباره اسماعیل سامانی گپ میزنی، اسماعیل سامانی همین خیل کردن، میبخشی همین اولادا و خشتباری تو رحمانوف اسماعیل سامانی را، دولت سامانی را از بین بردن. ما بدبخت شدیم که اولادا و خشتباری را آوردیم، آنها را نان دادیم، خانه دادیم، آنها باعث آن شدن که دولت تاجیک از بین بروه. این هر یک تاریخ شناس خوب میدانه. او تاریخ شناسایی که تو در پیش داری رحمانوف و تاریخ شناسای چاپلوس اونا را میگن. این پیشنهاد در حقیقت برای ملت در کار میشه. ما بیاین استاتوس زبان تاجیکی را باز بگردونین به همون زبان تاجیکی و فارسی و خط فارسی را نیز برگردونین. امروز اگر شما میخواین که ملت پیشرفت بکنه، خط فارسی باید برگردانده بشه. زبان امروز یکی از مهمترین چیز در تاجیکستان است. زبان ما امروز مکتب خانه ما زبان تاجیکی را نمیدانند.